من تصمیم گرفتم که بروم چون که سالهای دراز زیر جبر و آزار قرار داشتم. می ترسیدم که با من حادثه ناخوش رخ می دهد یا معیوب می شوم. این ساکن 38 ساله بیشکک نخواست چهرهش نشان داده شود. می ترسد که شوهر سابقشان را دیده قصداً به او الیمنت نمی دهد. وی 3 پسر دارد. کلونی 15 و خوردی 5 ساله است. میگوید بعد 14 سالی آزار و اذیت شوهر سال پیش از او جدا شد. بعد تلاش و مراجعت‌های زیاد به نهادهای مسئول چند پیش موفق شد که از پدر فرزندانش الیمنت گیرد. وی نمیداد. میگفت بگذار نزدیکانت به تو کمک کنند. شاید فکر میکرد که من محتاج و ناچار مانده برمیگردم. Может быть, он думал, что если я буду нуждаться, я вернусь. با فرق از نازگل این زن 31 ساله راضی شد که آشکار از حیات خود قصه کند. هرچند وی هم از شوهرش ترس دارد. ایزد در 19 سالگی شوهر و تولد کرده است. شوهرش در یک صدمه جان باخت. او را به برادر شوهرش عائله دار کردند. از ازدواج دوم صاحب 4 فرزند شد. بعد نیم سال ازدواج وی به من دست برداشت. خواستم فوراً جدا شوم. ما در جلال آباد در خانه بیبی او زندگی میکردیم. مناسبت وی با من خوب بود و خواهش کرد که بمانم. جای رفتن هم نداشتم. ماندم و طاقت کردم. وی عرق نوشیده مرا میزد. بوغی میکرد. من حتی فکر خودکشی را کردم. 2 سال پیش ایزد با کودکانش از جلال آباد فرار کرد. حالا او در بیشکک در مرکز بحرانی سزیم به زنان هم تقدیر خود کمک میکند. میگوید در اول برایش سخت بود. در حجره اجاره و سرد در یک گوشه شهر بی غذا و لباسی درست زندگی میکرد. برای زنده ماندن او به تمام کار راضی بود. در صحرا بار میکشید، در بازارها پرتو میچیند و فروشی میکرد. به نقل او شوهر سابقش نمیخواست به کودکان کمک کند. سال گذشته برای الیمنت مراجعت کردم ولی او پول نمیدهد. الکی 60,000 سوم قرضدار است. پروای کودکان را ندارد. برایش اهمیت ندارد که آنها گرسنه‌اند یا سیر. اگر قانون قبول شود که نزدیکان او را وادار کند تا الیمنت بپردازند، من ضد نیستم. دوستان بکشف وکیل قرغیز پیشنهاد دارد ضمانت عائلوی جاری شود و اگر شوهر سابق از اجرای مسئولیت خود دست کشد، درآمد خود را پنهان نماید یا بیکار باشد، تامین کودکان را باید نزدیکان او بر دوش بگیرند. پیشنهاد دارم که این اختیاری بر راه مانده شود و اگر عائله از هم پاش خورد نزدیکان شوهر باید دست جمعانه کودک را تامین کنند. چرا؟ چون این کودک شخص نزدیک، خواهرزاده و نبیره آنها است. آنها باید نسبت او غمخواری کنند. بنابر پیشنهاد وکیل برای چنین ضمانت نزدیکان شوهر باید پیش از بستن عقد نکاح راضیگی دهند. اگر آنها این کار را نکنند، عروس میتواند تصمیم بگیرد که آیا میسازد با چنین شخص عائله‌دار شد یا نه. حامیان حقوق میگویند این پیشنهاد خوب است ولی با توجه به تجربه شرطنامه عقد نکاح با کارآمد بودن آن شبهه دارند. ضمانت عائلوی حالا فقط یک پیشنهاد برای جامعه است. اگر خوب قبول شد، وکیل پارلمان آماده است لایحه قانون را تهیه کند. با باوری بکشف این یک راه مؤثری وادار کردن پدران سرکش برای پرداخت الیمنت است. حالا به گفته وی شمار چنین مردان در قرقیزستان به 100,000 نفر میرسد.